شده تا حالا ببینی که همزمان داری سریالتو میبینی، اینستاگرامو بالا پایین میکنی، در این حال چیپس هم میخوری، انگار که داری به مغزت از هر ذره خوشی که میتونه بگیره یه تیکه میرسونی. اگه تا حالا اینجوری شده پس تو تنها نیستی. من مهدی هستم، محقق حوزه کاگنیتیو، عاشق گروث مایندست و اینجا کوتس بای مهدیه، جایی که ابزارهای کاربردی و دیدگاههایی که برای چالش‌های رشد فردی پیدا میکنم و با شما به اشتراک میذارم. خوش اومدید. امروز میخوایم بریم سراغ این قهرمان پنهان که پشت هر ماراتونی از سریال، هر هدفی که دنبال میکنی و هر جایزه‌ای که دوست داری بگیری هست. اسمش چیه؟ دوپامین. بله، همون ماده‌ای که مغزت رو میبره سمت فقط یه قسمت دیگه، یا تا وقتی که این پازل 1000 تیکه رو تمام نکنم نمیخوابم. دوپامین عملاً چیرلیدر مغزه که همیشه میگه تو میتونی، فقط بعضی وقتا یه کمی زیادی ذوق میکنه. دوپامین اون انتقال دهنده عصبی هیله‌گریه که مسئول انگیزه و حرکت تو مغز. بله، همون چیزی که باعث میشه وسط تماشای فیلم از روی مبل بلند شی و بری یه خوردنی برداری. اون حس گرسنگی نیستا، همین که این اراده رو میکنی تا بری سراغ خوراکی یا هرچی، یعنی دوپامین کارش رو انجام داد. اما نکته جالب اینجاست، دوپامین فقط باعث نمیشه که چیزی رو بخوایم، در واقع به ما کمک میکنه که به سمتش حرکت کنیم. فکر کنید که مغزتون همزمان یه تشویق کننده شخصی و یه مربی خصوصی مخصوص خودشو داره، اما جفتش توی یه نفر. خنده داره نه؟ ببین، دوپامین مثل اون دوستی که قبل یه رویداد بزرگ هیجانت میکنه، میگه تو میتونی، تشویقت میکنه، برو خودت نشون بده. خب ببین، دوپامین از بخشای در مغز ما مثل ناحیه منطقه تگمنتوم شکمی یا VTA که یه اصطلاح یکم قلمبه سلمبه است ترشح میشه و به جاهای مثل هسته آکومینس که به اصطلاح انگلیسیش هست Nucleus accumbens که همچنین ملقب به NCC میره. نگران نباش، اینا نه بعدن لازمت میشه نه من قراره بعدن ازت اینا رو بپرسم. این بخشا مسیر رو تشکیل میدن به نام مسیر پاداش، شبیه به یه جاده زرد رنگ به سوی خوشبختی. مسیر پاداش مغز همونی که ما رو برای دنبال کردن اهداف هیجان زده میکنه، چه تمام کردن یه دوره باشه، چه دویدن ماراتون، یا حتی شروع کردن شنبه بدون زدن دکمه اسنوز آلارم، اونم نه یه بار بلکه 6 بار. خب بیا یکم ممنون‌ترش کنم برات. تا حالا دقت کردی اولین قاشق غذای مورد علاقه چقدر دلپذیره، ولی وقتی که یه میزان کافی ازش خوردی دیگه اون حس و حال اولشو نداره. این همون دوپامینی که داره خودشو تنظیم میکنه، هرچی بیشتر پیش بری و کمتر و کمتر حس خوب میگیری، چون مغزت داره سعی میکنه تعادل رو حفظ کنه. انگار داره میگه هی بیا زیاد غرق نشیم. اگه زیاد از یه چیز خوب استفاده کنی دیگه اون هیجانش کم کم محو میشه و غذای مورد علاقه دیگه با کنسرو لوبیا آنچنان برات فرقی نداره. امیدوارم البته غذای مورد علاقه لوبیا نباشه و قصد تویی نداشته. یا وقتی که داری گیم میزنی، هر مرحله‌ای که میری یه مقدار دوپامین آزاد میشه و بیشتر تشویق میکنه که بری مرحله بعد. یهو به خود میبینی که ساعت 3 صبح با چشای خوابالود مصممی که غول مرحله آخر رو شکست. البته این نکته هم بگم که بازی‌های ویدیویی میتونن دوپامین رو در حد نیکوتین یا کوکائین تو مغز آزاد کنن. جالبه نه؟ حالا قضیه اینجا پیچیده میشه که اگه زیاد دنبال دوپامین باشیم به یه چیزی میرسیم به نام دوپامین برن‌اوت یا سوختگی دوپامین که به نظر غلوانگیز میاد، ولی بهش اینجوری فکر کن، هر اوج خوشی یه افتم پشتش داره، یه جورایی مثل توازن طبیعی دنیا. ولی اگه زیاد دنبال اوج باشی افت‌ها عمیق‌تر میشن و یهو گیر میکنی توی چرخه دوپامین. همینطور بیشتر دنبال دوپامین میگردی و خب کمتر و کمتر و کمتر دریافتش میکنی. اینجا یه مسئله با دوپامین وجود داره، بیشتر از این که از چیزی لذت ببری باعث میشه فقط بخوای، نه اینکه بخوای ازش لذت ببری یا لذت به دست آوردنش رو بخوای تجربه کنی و فقط مثل زامبی داری دنبالش میکنی. وقتی هم که به دستش میاری میبینی که تغییر نکرده. فکر کنم بدونی دارم درباره چی حرف. باعث میشه اون شب بیداری ها رو بخوای، حتی اگه بدونی که فردا چه حس بدی خواهی داشت. کار دوپامین اینه که فقط ما رو به سمت یه چیز ببره، بعدش چیز بعدی، پاداش بعدی، ولی براش مهم نیست که خوشحالمون کنه یا نه. دقیقاً مثل اون دوستی که همیشه میگه بیا بریم مهمونی حتی وقتی که از خستگی له شدی. میدونی که چه جوریه، درسته؟ میدونی اگه دوپامین شخصیت یه فیلم بود، همون رفیق جذاب و شیطونی میشد که هم کارا رو راستوریست میکنه و هم دردسر رو درست میکنه. خب اتفاقا بیاید انقدر بد نگیم ازش. دوپامین در مرکز خیلی از چیزهای فوق العاده است. انگیزه ما برای رسیدن، برای خلق کردن، کشف کردن. متأسفانه در قلب خیلی چیزا مثل اعتیاد و برخی چالش‌های سلامت روان هم قرار داره. اوضاع جای پیچیده میشه وقتی که ما مدام دنبال اون اوج دوپامینی هستیم. میتونیم توی چرخه‌ای بیافتیم که شکستن اون سخته، مثل اینکه یه چیپس رو بخورید، در واقع یه بسته چیپس بخورید و یا برسید به ته بسته و برید سراغ بسته بعدی. این روند با خیلی از خوراکی‌ها و موارد دیگه میتونه جایگزین بشه. این چرخه میتونه به رفتارهای اعتیادآور منجر بشه و فقط درباره اعتیاد به مواد مخدر نیست. میتونه شبکه‌های اجتماعی باشه، خرید کردن، حتی کار.
آره حتی کار هم میتونه به یه اعتیاد تبدیل بشه. وقتی سطح دوپامین بارها و بارها بالا بره، مغزمون انتظارش رو داره و این منجر به کاهش رضایت در طول زمان و فقط بیشتر شدن اشتیاق برای رسیدن به اون میشه. خب مغز ما واقعا باهوش و در طول هزاران سال بیشتر برای بقای ما ارتقا پیدا کرده. اینجا هم برای هر اوج دوپامین یه سیستمی هست که ما رو برمیگردونه تا تعادل رو برقرار کنه، مثل یه اله کلنگ که هر بالایی یه پایینی هم داره. تا حالا شده یه کار بزرگی رو تمام کنی و بعدش به یه حسی مثل پوچی برسی، بگی خب اینم از این، حالا چی؟ این همون تعادل سازیه. برای همینه که بعضی وقتا بعد از رسیدن به هدف ممکنه یکم احساس افت داشته باشه، اما دونستن یه سری از موضوعات میتونه به ما کمک کنه تا اون مود پایینمون رو مدیریت کنه. بذارید داستان رو براتون بگم از خودم. وقتی که برای مسابقات کیک بوکسینگ داشتم آماده می‌شدم، داشتم برای مسابقات کشوری تمرین می‌کردم و استادم یه روش جالب برای انگیزه دادن بهم داد. وقتی با هیجان بهش میگفتم که همه مبارزات اون شب برنده شدم یا هر چی، اون جواب میداد که عالیه، ولی شاید برای 4 تا مسابقه دیگه اون شب باید آماده بشی یا 4 تا مسابقه دیگه در پیش داری برای اون شب و اینا رو برام برنامه‌ریزی می‌کردم. 4 تا دیگه می‌خندم و فکر می‌کردم داره شوخی می‌کنه، اما با گذشت زمان درک کردم که اون داره از تقویت متناوب استفاده. حالا تقویت متناوب چیه مهدی؟ چشم الان بهتون توضیح میدم. چطور میتونیم دوپامین رو در کنار خودمون داشته باشیم بدون اینکه بذاریم کنترل رو به دست بگیره؟ یکی از راه‌ها اینه که از تقویت متناوب استفاده کنیم. به زبون ساده یعنی بعضی از پیروزی‌ها رو جشن بگیریم اما نه همشون. فکر کنید مثل اینه که بعد از یه هفته غذای سالم به خودتون یه دسر جایزه بدید، نه بعد از هر سالاد. خب مگه که حالا اون سالاد خیلی سالاد خوبی باشه. استادم هر بردی رو جشن نمیگرفت یا اصلا قبل از اینکه بردی صورت بگیره اجازه صورت گرفتن جشن رو نمیداد. همچنین بهمون میگفت که اجازه ندارین درباره پیشرفت اینکه چقدر تمرینات یا تکنیکمون خفن شده با کسی صحبت کنیم. اون با این متد بهمون انگیزه میداد و کاری میکرد که رو به جلو حرکت کنیم. چرا؟ چون در غیر این صورت ما جایزه کاری که نکرده بودیم، پیروزی که رخ نداده بود و تکنیکی که هنوز خفن نشده بود رو پیشاپیش به خودمون میدادیم و وقتی که به اون قضیه دست پیدا میکردیم به پوچی میرسیدیم. این قضیه باعث شد که من بتونم داخل مسابقات کیک بوکسم موفق بشم و نایب قهرمان کشوری شدم. مثل همیشه برسیم سراغ راه حل ها و راهکارهایی که داخل مسیر دوپامینی پیدا کرد. اولین راه حل، باید بین درد و لذت تعادل ایجاد کنیم. یه تکنیک وجود داره به نام لذت به تأخیر افتاده یا delayed gratification. بله، همون چیزی که مامانمون وقتی که 5 سالمون بود بهمون میگفت میخوای شکلات کامل بخوری، بیا اون رو به چند قسمت تقسیم کن، یه مقدارش رو برای بدن نگه دار و اون لذت رو کش بده. مثل اینکه به مغزت بگی هی این منم که اینجا تصمیم میگیرم نه تو. حتی این کار واقعا قدرت رو در برابر وسوسه ها بیشتر میکنه. خب حالا بیاید دنده عوض کنیم. بیاین درباره سروتونین حرف بزنیم. همون پسرعموی خونسرد دوپامین که همیشه میگه با چیزایی که داریم خوشحال باش. تا حالا مدیتیشن یا ذهن آگاهی رو تمرین کردی؟ قبل از اینکه بریم چش قوره بزنی یه لحظه گوش بده. تمرینات ذهن آگاهی به ما کمک میکنن تا تمرکزمون رو از دنبال کردن دوپامین به سمت رضایت سروتونینی از لحظه حال تغییر بدیم. یعنی توی همین لحظه حاضر باش. مثل شعار پپسی. سروتونین کمکمون میکنه توی لحظه احساس رضایت کنیم. بهش مثل اون صدای آرومی فکر کن که میگه داش بی خیال، همه چیز رو به راهه. فعالیتایی مثل ذهن آگاهی، تمرینات تنفسی یا حتی مکث کردن و لذت بردن از یه وعده غذایی میتونه به طور طبیعی سروتونینمون رو بالا ببره. این یکی از اون استراتژیایی که من خیلی طرفدارش و واقعا از هر دری میرم بهش برمیام. انگار که هر طرف میریم دنیا درباره ذهن آگاهی و زندگی تو لحظه حال. با تمرکز روی لحظه حال میتونیم از دنبال کردن دائمی چیزهای بزرگ بعدی به قدردانی از چیزهایی که الان داریم تغییر جهت بدیم. مثل لذت بردن از هر لقمه غذاتون به جای بلعیدنش. جدی امتحانش کن، خیلی لذت بخشه. وعده غذایی بعدیت رو با تکنیک اوریوکی که یه تمرین رو به ابتکار دوگان یکی از اساتید زن شکل گرفته میل کن. باور کن معدت و سطح دوپامینت ازت تشکر میکنه. اینکه چطور از تکنیک اوریوکی استفاده کنی تو کانال تلگراممون با آیدی کوتس بای مهدی قرار داد. آیدی چنل تلگرام تو دیسکریپشن هست. چیز بعدی که خیلی مهمه و برای خودم حتی خیلی جالب بود این بود که نور چقدر برای دوپامین مهمه. میدونستی که بودن تو نور شدید میتونه دوپامینت رو به هم بریزه؟ انگار داری به مغز میگی پارتی ادامه داره، بی خیال خواب. اگر ساعت 10 شب تا 4 صبح در معرض چراغ روشن یا نور صفحه گوشی باشی یا هر سیستمی که بلو لایت داره، چون همه اسکرین‌هایی که ما داریم استفاده می‌کنیم دارای طیف‌های رنگی مختلفن، RGB که B برای بلوه و این بلو لایت باعث میشه که به سیستم دوپامینیمون بگیم
برو تو خواب زمستونی، پس نورا رو کم کن و سعی کن قبل از خواب اون صفحه ها رو خاموش. یکی از دلایلی که داخل اینستاگرام یا جاهای دیگه داریم میبینیم که خیلی به خاموش کردن صفحات گوشی از ساعت 10 شب به بعد یا قبل خواب، 2 ساعت قبل خواب، 3 ساعت قبل خواب تاکید دارن اینه که این بلو لایت ها رو سیستم دوپامینی تاثیر میذارن و باعث میشن که به هم بریزه و ما نتونیم به موقع، به اندازه یا تو جای درستش دوپامین ترشح کنیم و اون دوپامین داخل جای بدش مصرف بشه و باعث بشه که سیستم خواب ما به هم بریزه. و بدون شوخی دارم بهت میگم خواب خیلی مهمه. شاید یه ویدیو درباره خواب ساختم، کی میدونه. در نهایت بیاید درباره ذهنیت صحبت کنیم. این ما رو به مفهوم گروث مایندست یک بار دیگه میرسونه. به جای تمرکز روی نتیجه نهایی، یاد بگیرید و یاد بگیریم که از فرایند لذت ببریم. زندگی درباره مقصد نیست. مقصد نهایی هممون مرگه. ما در نهایت به اونجا میرسیم و راه فراری ازش نیست، بلکه این مسیره که ما رو زنده میکنه و به زندگیمون معنی میده. به نظر میرسه که فقط باور داشتن به اینکه چیزی قراره جواب بده یا جواب میده میتونه دوپامین رو بالا ببره. انگار مغزمون به همون میگه خب اگه تو فکر میکنی که خوبه، منم کاری میکنم که حسش کنی و به دستش بیاری. پس چه شروع یادات جدید باشه یا دست و پنجه نرم کردن با هدف سخت، داشتن یک انتظار و یک مایندست مثبت دوپامین تو قبل از اینکه حتی شروع کنی بالا میبره. خیلی خفنه نه؟ انگار ذهن ما و مغز ما جوری برنامه‌ریزی شده که ما برنده باشیم، ما برسیم و به دست بیاریم. پس تمومش کن. اگه با خودگویی منفی داری، به خود میگی نه نمیشه، نمیتونم، نمیرسم یا ناکافی هستم، اینا همش وسوسه‌های شیطان. شاید شیطانی که خدا دربارش حرف میزد همین چیزا باشه، کی میدونه. اینم یه زاویه دید. پس با اتصال دوپامین به مسیر به جای مقصد، انگیزمون رو پایدارتر نگه داریم. مثل همیشه یه برگ تقلب نسبت به ویدیو برات آماده کردم. اینجا هم برگ تقلب دوپامینی رو آماده کردم و برات میخونم. برگ تقلب دوپامینی اینه. این برگ تقلب جوری تنظیم شده که انگیزتو بالا نگه داری و بدون که کم بیاری به سمت مقصد، در مسیر مقصد حرکت کنی. هدف گذاری کوچیک و واضح داشته باش. هر کدوم از این هدفایی که تیک میخورن یه شارژ کوچیک دوپامینی محسوب میشن. لذتت رو به تأخیر بنداز. این انقدر مهم بود که حتی داخل راه حل هایی که ارائه دادم هم وجود داشت. پس حتما بهش دقت کن. این کار قدرت ذهنیت تو هم حتی تقویت میکنه. روی لحظه حال تمرکز کن. این هم یکی دیگه از موارد مهمی بود که حتی داخل راه حلام ارائه دادم. اینجا قلمرو سروتونین رو تو حال زندگی، توی آینده بودن مضطربت میکنه و تو گذشته بودن افسرده. تو حال باش و خوشحال. اسمش روشه. خوشحال. حال. نور شب رو مدیریت کن. بذار دوپامینت یه استراحتی هم بکنه. پاداش‌های متناوب امتحان کن. هر از چندگاهی خودتو غافلگیر کن. به قولی به سیستم دوپامینرژیکت یه شوک بده. تحریک‌های بیش از حد رو محدود کن. به واقعیت‌هایی که به دوپامین اضافی میدن مثل استفاده بیش از حد از شبکه‌های اجتماعی دقت کن. تنظیم استفاده از شبکه‌های اجتماعی رو جدی بگیرید بچه‌ها. ازتون خواهش میکنم بیش از حد مصرف نکنید. این کار باعث میشه همونجوری که گفتم بهتون شما پیک شدیدی از دوپامین رو تجربه کنید و باقی اتفاقاتی که دوپامین واقعی هستن، مثل ورزش کردن، مثل غذاهای خوب، مثل در کنار که عزیزانتون بودن، دیگه براتون بی‌معنی بشن. پس حواستون باشه که چقدر دارید دوپامین ترشح میکنید. شما وقتی که داخل شبکه‌های اجتماعی هستید، اگر از یک ویدیو خیلی خوشتون بیاد، ویدیوی بعدی براتون بی‌معنی میشه، در حالی که اگر ویدیوی دوم رو اول میدیدید ممکن بود سطح دوپامین خوبی ترشح کنید. ولی چون رو ویدیوی اول دوپامینتون خیلی رفت بالا، ویدیوی دوم دیگه معنی نداشت. این پله پله بودن دوپامین روی زندگی هممون تاثیر گذاشته. ما همین الانش هم با وجود شبکه‌های اجتماعی به سیستم دوپامینرژیکمون خیلی داریم آسیب میزنیم و خیلی از فعالیتایی که در گذشته برامون معنی داشته، برای گذشتگان ما معنی داشته، مثل ورزش کردن، مثل غذای خوب خوردن، مثل در کنار عزیزان بودن، میوه ها حتی باورتون نمیشه دیگه برامون معنی ندارن. چون فست فود جاشو گرفته، چون نمیدونم دوستی کم سطح ولی پر از دوپامین جاشو گرفته. کتاب خوندن، اینا همشون بی‌معنی شدن. چرا؟ چون ما داریم سطوحی از دوپامین رو ترشح میکنیم و سطوحی از دوپامین رو داریم تجربه میکنیم که سطوح پایین‌تر دیگه بی‌معنیه. مغز ما نسبت به دوپامین و کلا سیستم دوپامین سیستم حریصیه. به این فرمت کار میکنه که ما وقتی دوپامین بیشتری رو بشناسیم، دوپامین های پایین‌تر برامون بی‌معنی میشن، در حالی که اون دوپامین با ارزشن. کتاب خوندن با ارزشه، ورزش کردن با ارزشه، غذاهای سالم، سالاد، میوه و هر چیز دیگه با ارزشن. حالا بیا به مغزت حالی کن که دوپامینی که از سالاد ترشح میشه با ارزشه و دوپامین پیتزا، یه دوپامینی که حالا پیتزا غذای سالم به نظر من محسوب میشه به نسبت خیلی چیزای دیگه مثل سوخاری، ازش متنفرم بشه. حالا بیا به مغزت حالی کن که این خوبه، ولی نه، میگه نه، من داخل این دوپامین بیشتری ترشح میکنم، پس این میشه فیوریت، پس این میشه انتخاب. اینجاست که شاید تئوری انتخاب معنی پیدا میکنه. کتاب جالبیه، اگه دوست داشتیش بخونش. حالا من کنجکاوم بدونم که اون هدفی که تو داری به سمتش حرکت میکنی یا یه کوچولو شاید مشکل انگیزه، مشکل حرکت کردن به سمتش داشته باشی رو بدونم.
دوست دارم بدونم چیه، تو کامنت ها برام بنویس، حتما میخونمشون، حتما سعی میکنم راهنماییت کنم تا جایی که دستم بر بیاد. هرچند که سیستم دوپامین و کل فرآیندهایی که داره اتفاق میفته درباره هدفی که ما تنظیم میکنیم تا بهش برسیم نیست، بلکه خیلی جالبه که اهداف ثانویه و کارهایی که در حاشیه اون هدفمون انجام میدیم خیلی خیلی احتمالش زیادتره که تاثیر بذاره به حرکت کردن و به سمت اون رفتن و رسیدن به اون هدفه. پس در واقع وقتی که داری هدفتو برام مینویسی امکان داره ازت بپرسم تو باقی روزت داری چیکار میکنی. اگه این ویدیو برات مفید بود اون دکمه لایک رو بزن لطفاً. برای مطالب بیشتر ما رو سابسکرایب کن، چون من سعی میکنم بیشتر از این دست ویدیوها به قولی بسازم و بپردازم به اینجور مسائل. به جمع ما توی تلگرام بپیوند، جایی که درباره رشد و انگیزه دادن کلی حرف میزنیم. توی تلگرام علاوه بر مطالب و این موضوعاتی که اینجا میزنیم سعی میکنم جملات انگیزشی، جملات احساسی و جملات معنوی بیشتری بذارم. یه سری چیزایی که شاید تلنگر باشن جاهای مختلف و نیاز داشته باشین که بشنوید. بیشتر یه چیزیه که خودم دوست دارم بخونم، تو هم شریک میکنم. خب برای جنبندی، دوپامین نیروی قدرتمندی تو زندگی ماست، اون جرقه‌ای که ما رو به حرکت در میاره، اما این به خودمونه که شعله‌اش رو مدیریت کنیم. با درک این که چطور کار میکنه میتونیم از قدرتش بهره ببریم بدون اینکه دچار فرسودگی بشیم. پس دفعه بعد که ساعت 3 صبح داشتی کشوی جوراباتو مرتب میکردی، شاید بهتره خود بپرسی این صدای دوپامینی که داره حرف میزنه شاید الان باید خواب باشه. یادتون باشه زندگی ماراتونه، نه یه دوی سرعت. پس با تنظیم سرعت خودت توی مسابقه به اندازه و به درستی بمون و تمومش کن. ازت خیلی ممنونم و برام خیلی ارزشمنده که این زمان رو با من گذروندی. پس اگه این ویدیو برات مفید بود یا حداقل یکم سرگرم کننده بود، لایکش کن، به اشتراک بذارش. این کار واقعا به من و کانال کمک میکنه که دیده بشیم و رسالتمون در جهتی که بتونیم افراد بیشتری رو آگاه کنیم نسبت به مسائل و اتفاقاتی که دور برامون میفته برسیم. پس ما میتونیم این نوع گفتگوها رو ادامه بدیم. تا دفعه بعد سطوح دوپامینتو متعادل نگه دار و از سفر لذت ببر و یاد نره که در طول سفر بخند. نسبت به خودت عاشقانه رفتار کن، با خودت سختگیر نباش، از خودت مراقبت کن، یاد بگیر که چگونه بارها و بارها خودت رو ببخشی. با خودت ضدیت نداشته باش، فقط آنگاه هست که تو شکوفا خواهی شد. مواظب خودتون باشید. تو ویدیو بعدی میبینمتون.